در این افغانستان بلی و تگری ای همه مشهور و معروفین. بین چی باید جهاد اعلان نمیکنیم؟ در اینجا ملت افغانستان که روایتکار خواندید. سخن دیگری که شما اشاره کردین، دل من برای شما خواهران خود زیاد میسوزه، دل از اونها یعنی کم میسوزه، اونها سفارشی هستند. خدا قسم به خاطر خدا میگم تان، شاید که دل من آن قدری که به شما میسوزه، دل احمد فیروز به توی قنا میسوزه، دل او عبدالقادر به توی قنا میسوزه، این قدری که دل من به تاجیک خود میسوزه. ما به جز الله کسی را نداریم. به خادمان دین الله سبحانه و تعالی میرسانیم که از ما کسی دفاع نمی کند. حتی پدرانمان و برادران و شوهرانمان ما را به حجابی امر میکنند و در برابر طاغوتان خاموشند. اگر شما دین دارید و دعوای مسلمانی دارید، از ما حمایت کنید. شما علمایی که از افغانستان صدا بالا کرده بودن اونها را ابله خواندین. انا همین ابله هایی که از افغانستان جهاد میگن، انا ما شریکای تن. انا همین ناخوشی ها و ناآرامی هایی که مردم تاجیک ما کردیستن، همه همین ایشومی انا ما عقیده شما هن. خیلی جای افسوس است، خیلی جای گریه هست که از زبان یک جاهل ما میشنیدیم، از زبان یک عوام میشنیدیم، از زبان یک کسی که ظاهر از او باطن از او به سنت آراسته میشنیدیم. حداقل ظاهر تو به سنت آراسته است. کمی شرم میکردی، کمی حیا میکردی، کمی همون ملت غریب و مظلومی که در تاجیکستان به خاطر حجابشان گریه میکنه، حداقل تو گریه نکردی. همون زن بیچاره ای که او زن و خواهری که بدون علم، بدون درس فتوا، بدون درس حدیث، نه سیر الصغیر خوانده، نه سیر الکبیر خوانده، نه جامع الصغیر خوانده، نه جامع الکبیر خوانده، نه مبسوط را خوانده، نه زیادات را خوانده، نه کیسانیات امام محمد را خوانده، نه هارونیات امام محمد را خوانده، نه جرجانیات امام محمد را خوانده، نه بخاری و مسلم را خوانده، نه ترمذی و سنن ابو داود را خوانده. هیچ کدام کتاب را، تفسیر قرآن ترجمهش بلد است. او که به خاطر حجاب گریه میکنه، کم از برای خدا تو شرم بکو. و از تمام مسلمانان روی دنیا که صدای ما به گوش آنها میرسد طلب داریم که از ما دفاع کنند. ما به جز الله کسی را نداریم. به خادمان دین الله سبحانه و تعالی میرسانیم که از ما کسی دفاع نمی کند. حتی پدرانمان و برادران و شوهرانمان ما را به حجابی امر میکنند و در برابر طاغوتان خاموشند. اگر شما دین دارید و دعوای مسلمانی دارید، از ما حمایت کنید. و در آخر برای علماهای تاجیکستان گفتنی دارم. آیا شما این عزتی که دارید در این دنیا، این آبروی دارید در این دنیا، آیا از حساب این دین الله نیست؟ آیا گوشهای شما این صداها را نمیشنود؟ چی جواب میدهید در پیش خدا؟ چی جواب میدهید؟ چرا خاموشید؟ چرا فقط صدای جای شما را دعوت کنند به گوشتان میرسد تا که شکمهای حرامتان را پر کنید؟ چرا برای دین الله دفاع نمی کنید؟ دیگر کس به جای شما دعوا دارند. آیا شرم نمی کنید؟ تمام علماهای دنیا خسته ایستادند، از خاموشی خود شرم نمی کنید؟ دین فروش های درباری. حداقل اگر دفاع نکردی از این صدای علما، یا طور مثال در مقابل این فرمان انسانهای ظالم فاسق لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، در مقابل فرمان از اونها طاعت نیست، اگر صدا بالا نکردی حداقل سکوت خو میکردی. درست است. یک سخنی را که از جمله دوستان ما در یک از مناظره های خود به امر یک از گروه های مخالف اهل سنت و الجماعت، اونا درباره حجاب اشاره کردن. من امور میخوایم برای تو بگویم، قصه میکنم، خودت برداشت بکن سخن من را. او گفت وقتی که درباره حجاب ما یک بحث و مناظره داشتیم، گفت ما خو عقیده داریم، در مقابل جان مقابلش را میگم، ما خو عقیده داریم
که حجاب فرض است، امر پروردگار ماست. زنای خود را با حجاب روسری می اندازیم، برای مرد نامحرم نشان نمیتیم. وقتی که تو امی باور و عقیده را نداری، برو خیلی زن و دختر خود لچ و برهنه بکن، بیا که ما به مزه خیلی سیج بکنیم. وقتی که امی باور نداری که حجاب فرض پروردگار باشه، خیلی تو چیکار میکنی؟ چرا زن و دختر خود را به حجاب کرده شهر بازار نمیکنی؟ چرا روی زن خود را در رسانه ها نشان نمیدی که مردم ببینه؟ از برای خود یک کمی حیا کردن، یک کمی شرم کردن از صحبت دیروز را یک کمی حداقل گوش بکو، شرم بکو. و سخن دیگری را که شما اشاره کردین، 7000 حاجی از تاجیکستان امسال به زیارت حرم رفته. 400-500 مسجد در دوشنبه در پایتخت تاجیکستان در اونجا وجود داره. یعنی به این معنا به این اندازه نمازخوان است، مسجدها پر است. شکر خدای مهربان تاجیکستانی ما دا این امسال بینین 7000 حاجی میره حج میکنن. این مسجد رو ببینین، این امید با دهن پر میشه در نمازهای جمعه ما. این خیلی با بگیم در درون همین دوشنبه ما قریب هیچی نبودن، در 400-500 تا مسجد در یک درون پایتخت دوشنبه. از تو پرسان میکنم، ما حدیث پیامبر علیه السلام را ما ملت تاجیکستان در مجموع، کسانی که البته مخالف این فرمان هستند، کسانی که البته این فرمان را ندادن، کسانی که در خانه‌اش هستند، زن و مردش احترام دارن، برادر و خواهر ما هستند. همین حدیث را البته ما برات اشاره میکنم، خودت البته شاید خوانده باشی. پیامبر اسلام آخر زمان را آیا گفته نگفته که تعداد کسانی هستند که صبح مسلمان و شام کافر، شام مسلمان و صبح کافر؟ همین حدیث را خودت خوانده یا نخوانده؟ همین مطلب را میدانی یا نمیدانی؟ آیا زیاد بودن مساجد، زیاد بودن نمازگزار، زیاد بودن طور مثال کسانی که در حرم میروند، آیا دلیل بر حقانیت شده میتونه؟ همین که طور مثال ما عالم باشم، از سخن باطل را بگم، دلیل همین سخن ما حق شده میتونه؟ ما خود تابع از برای دین هستیم، دین خود تابع از برای ما نیست. و یک سخن دیگری که شما اشاره کردین، دل من برای شما خواهران خود زیاد میسوزه، دل از اونها یعنی کم میسوزه، اونها سفارشی هستند. خدا قسم به خاطر خدا میگم تان، شاید که دل من آن قدری که به شما میسوزه، دل احمد فیروز به توی قنا میسوزه، دل او عبدالقدیر به توی قنا میسوزه، این قدری که دل من به تاجیک خود میسوزه. سوختن دل شما همیست که او خواهر بی بضاعت، او خواهر بیچاره، او خواهر با حجاب، با عزت، با شرف، او برادر با عزت و با شرف صدا بالا میکنه، گریه میکنه. وقتی که ما به خاطر گریه از او صدا از افغانستان بالا کردیم، در پهلوی ما هم نیست، در خانه ما هم نیست، همسایه ما هم نیست، برادر و خواهر مسلمان ماست، ما به خاطر صدای از او صدا بالا میکنیم. تو که صدای ما را رد میکنی، تو که دعوت ما را رد میکنی، تو که جهاد ما را رد میکنی، تو که طور مثال صدا بالا کردن ما در مقابل ظلم را حکومت طاغوتی تاجیکستان را رد میکنی. آیا حکومت تاجیکستان طفلی که جوانی که پایان از 18 ساله در مسجد اجازه میده؟ امی که حجاب را ممانعت میکنه، آیا فساد را ترویج ندادن؟ امو رئیس جمهوری که شما دارین که امام علی رحمان به نام رحمان هم تخلص میکنه، رقص نکرد، پایکوبی نکرد. این از زن چی فرق داره؟ امو در ایران میگه در کشورهای دیگر تغییر جنسیت میده، با امو ریش کلش طور مثال، با امو رقص و رقاصگیش میرفت تغییر جنسیت میده، یک مرد بیچاره را خانه‌دار میکرد. هیچ فرقی نداره با امروی او زنی که در پهلوی از او میرقصه. او زن فاحشه و بی حیا هم در پهلوی از او چک چک و کف میزنه و او هم رقص میکنه. خوش هستی که ما رئیس جمهور داریم، خوش هستی که ما اول الامر داریم. و یک سخنی که اشاره بکنم، من از آدرس حکومت امارت اسلامی افغانستان، البته نظر بزرگا شاید چیز دیگری بوده باشه، من از او آدرس صحبت نمیگم. من حیث یک فرد مسلمان، من حیث یک عالم، من حیث یک طالب العلم، من حیث یک اهل مدرسه، البته از آدرس دین حق دفاع خود را دارم، حق صدا بالا کردن خود را دارم. آزادی بیان هست. هر چیزی که ما از دین البته بیان میکنیم، از دین بیان میکنیم. مخالف دین حق داریم، حق شرعی ما هست.